بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. آغاز سال نو با شب‌های قدر و ایام شهادت امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه همراهه. امیدواریم برکات این شبها و توجهات مولا المتقین علیه السلام در طول سال شامل حال مردم عزیز ما، ملت ما، کشور ما و همه کسانی که سال نوشون با نوروز آغاز می شود قرار بگیره. سال 403 سال پرماجرایی بود. حوادثی که در این سال پی در پی اتفاق افتاد شبیه حوادث سال 60 و دارای سختی ها و مشقت هایی برای مردم عزیز ما بود. در اوایل سال شهادت رئیس جمهور محبوب ملت ایران مرحوم آقای رئیسی رحمت الله علیه اتفاق افتاد. قبل از اون شهادت تعدادی از مستشاران ما در دمشق اتفاق افتاد. بعد از اون حوادث گوناگونی در تهران و بعد در لبنان اتفاق افتاد. عناصر ارزشمندی رو ملت ایران و امت اسلامی از دست دادند. اینا حوادث تلخی بود که اتفاق افتاد. علاوه بر این در طول سال به خصوص در بخش دوم سال مشکلات اقتصادی بر مردم فشار آورد. سختی های معیشت برای مردم مشکلاتی درست میکرد. این سختی ها در طول امسال وجود داشت، لکن متقابلا یک پدیده عظیم و عجیبی وجود پیدا کرد و اون نشان دادن قوت اراده ملت ایران و روحیه معنوی ملت ایران و اتحاد ملت ایران و آمادگی های سطح بالای ملت ایران بود. اولا در برابر حادثه‌ای مثل فقدان رئیس جمهور، بدرقه عظیمی که مردم کردند، شعارهایی که مردم دادند، روحیه بالایی که از خودشون نشان دادند، این نشان داد که این مصیبت اگرچه سنگین بود اما نتوانست ملت ایران رو دچار احساس ضعف بکنه. بعد هم با سرعت در طول مدت مقرر قانونی توانستند انتخابات برگزار کنند و رئیس جمهور جدید رو انتخاب بکنند و دولت رو تشکیل بدن و کار مدیریت کشور رو از حالت خلأ بیرون بیارند. اینها خیلی حائز اهمیته و این نشان دهنده روحیه بالا و توانایی‌های بالا و قوت معنوی ملت ایرانه. خدا رو باید بر این سپاس گفت. علاوه بر اینها در
این حوادث ماه‌های اخیر که عده زیادی از برادران ما در لبنان، برادران دینی ما و لبنانی ما دچار مشکلاتی شدند، ملت ایران توانستند با سعی صدر به اونها کمک برسانند. این حادثه‌ای که در این زمینه اتفاق افتاد یعنی سیل کمک‌های مردم به شکل عجیب به سمت برادران لبنانی و فلسطینی خودشون. این یکی از وقایع ماندگار و فراموش نشدنی تاریخ کشور ماست. طلاهایی که خانم‌های ما، بانوان ما با سخاوت از خودشون جدا کردند و در این راه دادند و کمک‌هایی که مردم ما، مردان ما انجام دادند، اینها مسائل مهمی است. این نشون دهنده قوت اراده ملت و عزم راسخ ملت. این روحیه، این حضور، این آمادگی، این قوت معنوی برای آینده کشور و همیشه زندگی ایران عزیز ما یک سرمایه است. از این سرمایه انشاءالله کشور حد اکثر استفاده رو خواهد کرد و خدای متعال هم تفضلاتش رو بر ملت ادامه خواهد داد. در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود. حوادث گوناگون سال 1403 مانع از اون شد که این شعار به تمام معنا تحقق پیدا بکنه. البته تلاش‌های خوبی انجام گرفت، هم دولت، هم مردم، بخش خصوصی، سرمایه گذاران، کار آفرینندگان، اینا توانستن کارهای خوبی رو انجام بدن. لکن اون چه که اتفاق افتاد به اون چه که مورد انتظار بود فاصله داشت. بنابراین امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره. شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل
خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت و مشارکت مردم در کنار یکدیگر انشاءالله مشکل رو برطرف خواهد کرد. یک اشاره هم بکنم به این حوادث این چند روز اخیر. حمله مجدد رژیم غاصب صهیونیستی به غزه یک جنایت بسیار بزرگ و فاجعه آفرینه. امت اسلامی یک پارچه باید در مقابل این بایستن، اختلافات خودشون رو در مسائل گوناگون کنار بگذارن. این مسئله امت اسلامی است. علاوه بر اینها همه آزادگان عالم در خود آمریکا، در کشورهای غربی و اروپایی و در کشورهای دیگر مردم به طور جد مقابله کنند با این حرکت خائنانه و فاجعه آمیزی که اینها دارن انجام میدن. بازم کودکان کشته میشن، خانه ها ویران میشه، مردم آواره میشن و جلوی این فاجعه رو باعث بگیرن مردم. البته آمریکا هم در مسئولیت این فاجعه شریکه. کسانی که اهل نظر سیاسی هستند در دنیا تشخیص همهشون این است که این کار با اشاره آمریکا یا لااقل با موافقت آمریکا با چراغ سبز آمریکا انجام گرفته. بنابراین آمریکا هم شریک در این جنایت. حوادث یمن هم همینجور. این حمله به مردم یمن، به غیر نظامیان یمنی، این هم یک جنایته که باعثی حتما جلو اون گرفته بشه. امیدواریم خداوند متعال برای امت اسلامی در این سال نو خیر و صلاح و پیروزی رو مقدر فرموده باشه و ملت ایران هم بتوانند سالی رو که اکنون شروع میشه با خرسندی، با رضایت، با اتحاد کامل و با موفقیت انشاءالله این سال رو آغاز کنند و پیش ببرند تا آخر سال. امیدوارم قلب مقدس ولی از ارواحنا فدا و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه شهدا از ما راضی و خوشنود باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.